سلام خدمت همه نماینده ها و همکارای گرامی. اول میریم تست صدا و تصویر رو داشته باشیم. همه دوستان صدا و تصویر منو دارن؟ اوکی. چون من میخوام پیاما رو ببندم الان بعد از که در واقع کلاسش رو داریم برگزار می‌کنیم، انتهای کلاس بعد 10 دقیقه یه رو تایم براتون میذاریم که سوالات پرسش پاسخ اگه سوالی دارین موردی دارین سوالاتتون رو جواب هستم. غیر از اون هم ما روز شنبه هفته آینده، یعنی جلسه امروز، فردا و روز سه‌شنبه که برگزار بشه، یه جلسه دیگه هم داریم روز شنبه هفته آینده که صرفاً در خصوص مباحثی که تا اون موقع تدریس شده بتونیم در واقع جواب شما باشه. فعلا که کسی سوالی نداره، میخوام چون کلاس رو شروع کنیم. خب بریم کلاس رو با هم دیگه شروع کنیم. مباحثی که امروز راجعشون میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم یه سری مباحث پایه‌ای هست که در واقع حالا یه سری نکاتی توش وجود داره. مباحث اساسی داریم شروع میکنیم که کدهای موقتی هم که میخوان با ما پیش بیان بتونن از در واقع اطلاعاتی که هست استفاده بکنن. قطعا خیلی از شما این اطلاعاتی رو که من میخوام خدمتتون بگم و در حد 80% شو اطلاعات دارید، ولی به خاطر اینکه در واقع بتونن کدهای موقت و بقیه افرادی که حالا ممکنه خود اطلاعاتشون کمتر باشه کامل دریافت بکنن همه رو در اختیارتون قرار. ما تو بحث شرط کلی یه سری اصطلاحات داریم. تو بحث بیمه‌های سرمایه‌گذاری یه سری اصطلاحات داریم مثل بیمه گذار، بیمه شده، استفاده کنندگان یا ذی‌نفعان، پوشش‌های بیمه‌ای، اندوخته سرمایه‌گذاری. اینها مواردی هستش که تو بحث بیمه‌های زندگی راجع بهش صحبت میشه و بهش پرداخته میشه. خب بیمه‌گر رو که ما میدونیم شرکت بیمه پارسیان نمایندگی که هست به عنوان بیمه‌گر شناخته میشه. تو بحث بیمه گذار همه شما خوب میدونین که ما همونجا مطرح کردیم که بیمه گذار ما باید یه فرد بالای سن 18 سال باشه، اهلیت قانونی داشته باشه و حالا یه سری نکات دیگه راجبش وجود داره. نکاتی که راجبش وجود داره اینه که ما همه جا گفتیم بیمه گذار ما باید بالای سن 18 سال باشه. آیا فرد زیر سن 18 سال رو نمیشه بیمه‌اش کرد؟ یه فرد زیر سن 18 سال رو هم میشه بیمه کرد به شرط اینکه از دادگاه حکم رشد داشته باشه. اگر شما موردی رو دارین که به واسطه اختلافاتی که به وجود اومده حالا اون فرد از دادگاه حکم رشد گرفته، شما اون فرد رو میتونین به عنوان بیمه گذار خودتون تو سیستم قرار بدین و صرفا نیاز به مجوزی داره که از ستاد دریافت میشه. مورد بعدی که وجود داره اینه که بین بیمه گذارها، بیمه شده و استفاده کنندگانی که ما داریم تو در واقع بیمه ناممون مشخص میکنیم یه نسبتی باید وجود داشته باشه، نسبت سببی یا نسبی یا شرکای تجاری ما اسمش رو میتونیم بذاریم. نسبت سببی یعنی به سبب ازدواج دو نفر به وجود میاد. نسبی نسبت خونی دارن و شرکای تجاری رابطه کارگر کارفرما هست. رابطه سببی که گفتیم به سبب ازدواج دو نفر به وجود میاد، یک فرد، یه مادر شوهر میتونه عروسش رو بیمه کنه، یه عروس میتونه پدر شوهرش رو بیمه بکنه، خواهر شوهر، برادر شوهر، پدر زن، مادر زن، همه اینها قابلیت بیمه شدن رو دارن. به عنوان فرد بیمه گذار میتونه قرار بگیره. بیمه شده ما یه شخصی هست، در واقع بحث نسبی اگه خواستش مطرح بکنیم یعنی به واسطه نسبت خونی که وجود داره. نسبت‌های خونی تا خیلی جاها مطرح شده هست. تا کجا؟ تا اینکه شما میتونی نوه عمتون و نوه داییتون رو هم بیمه بکنید. و شرکای تجاری مثل اینکه کارفرمایی میتونه کارگرش رو بیمه بکنه. از این بابت هم معنی وجود نداره. ولی دو نفر یعنی دو دوست نمیتونن به عنوان اینکه در واقع تحت عنوان بیمه گذار قرار بگیرن، نمیشه. این امکان پذیر نیست. یه لحظه اجازه بدین. دوستان الان صدای منو دارین واضح؟
پس دوستانی که مشکل دارن احتمالاً از سمت خودشون. خب میریم به سراغ ادامه مبحث. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، دو دوست نمیتونن همدیگر رو تحت پوشش بیمه نامه قرار بدن. یعنی شما اگر که در واقع هنوز رابطه‌ای بین دو نفر شکل نگرفته، اسم شما میذاریم همسر بعد از این، یعنی اینها به واسطه صرفاً یه رابطه دوستی با هم دیگه دارن و هنوز اون رابطه کامل شکل نگرفته و در واقع رابطه شکل نگرفته و فقط صرفاً دوست هستن، اینها نمیتونن به عنوان بیمه گذار و بیمه شده قرار بگیرن. مورد بعدی که ما داریم بحث بیمه شدهمون هست. بیمه شده رو میدونید از بعد تولد ما میتونیم فرد رو بیمه بکنیم تا سن 65 سالگی که بتونیم حداقل مدت بیمه نامه رو در اختیارش قرار بدیم. چیزهایی که مهم هستش تو بحث بیمه شده اینه که ما میتونیم با توجه به سن بیمه شده، اینکه در واقع از بعد تولد باشه تا زیر 7 سال یا در واقع از سن 7 سال باشه تا سن 18 سال، یه سری طرح‌های بیمه‌ای رو میتونیم در اختیارش قرار بدیم، مثل طرح ستاره دنباله دار، مثل طرح سکه، که به واسطه این طرح‌ها شما میتونید از تخفیف هزینه‌های اداری که روی بیمه نامه لحاظ شده استفاده بکنید. مورد بعدی که وجود داره اینه که ما میتونیم یه خانم باردار رو بیمه کنیم. قبلا امکان برامون وجود نداشت. میتونیم یه خانم باردار رو بیمه کنیم. میتونیم کسایی که ابتلا هستن به دیابت، به فشار خون، کسایی که حتی ممکنه در واقع سابقه آنژیو داشته باشن، این افراد قابلیت بیمه شدن رو دارن. فقط ممکنه که به واسطه وضعیت سلامتی که اون زمان دارن یه خورده توی پوشش‌های بیمه‌ای که قرار هست بهشون ارائه بشه یه سری موارد رو چیکار کنن؟ تغییر بدن، که اون هم اگر که بیمه گذاری رو داریم که داره حق بیمه خیلی خوبی پرداخت میکنه، میتونیم با شعبه‌ای که در واقع بیمه نامتون داره صادر میشه هماهنگ بکنیم و بتونیم سرمایه فوت نسبتاً خوبی رو هم برای اون فرد بگیریم که از لحاظ بحث کارآموزی هم مشکلی براتون ایجاد نکنه. در خصوص بقیه موارد، بیمه شده هایی که خارج از ایران، یعنی ایرانیان مقیم خارج از کشور، بدون هیچ ممنوعیتی، بدون هیچ محدودیتی میتونن تحت پوشش بیمه نامه های عمر قرار بگیرن. اگر خسارتی در اونجا براشون اتفاق بیفته، فقط در واقع لازم هستش که از اونجا مدارک به تایید حالا کنسولگری سفارت ایران برسه و خسارت قابل پرداخت بهشون هست. اتباع خارجی که تو ایران دارن زندگی میکنن، اونها هم میتونن تحت پوشش بیمه نامه قرار بگیرن. شما تو هیچ رشته بیمه نمیتونی بیمه شده ای که اتباع خارجی باشه بهش پوشش بیمه ای بدین. بیمه تکمیلی نمیتونین براشون صادر بکنین، حوادث انفرادی قابلیت صدور براشون نداره، ولی میتونین بیمه نامه عمر، بیمه نامه زندگی رو براشون صادر بکنین بدون هیچ محدودیتی. یعنی از لحاظ بحث سرمایه فوت، پوشش های بیمه ای کاملا قابلیتی رو داره که میتونین پوشش ها رو کامل بهشون ارائه بدین. تنها تفاوتی که این افراد با افراد ایرانی دارن اینه که خسارت هایی که براشون اتفاق میفته باید توی مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران باشه. خیلی از اتباع خارجی که الان تو کشور ما دارن زندگی میکنن اصلا مدت هاست به اون کشورشون مراجعه نکردن و صرفا به خاطر اینکه یه کارت اقامت دارن، ایرانی نیستن، در واقع نمیتونن پوشش بیمه‌ای، بعضی جاها پوشش بیمه‌ای خوبی بگیرن، ولی شما میتونید تو بحث بیمه‌های عمر سرمایه‌گذاری ازشون استفاده بکنید. شرط اینم که شما خواسته باشین از در واقع اتباع خارجی رو تحت پوشش بیمه نامه قرار بدین، صرفاً داشتن کارت اقامت معتبر و یا در واقع ویزایی که اعتبار داشته باشه در زمان صدور و خسارت. این موارد رو داشته باشن، از لحاظ بحث بیمه کردنشون هیچ معنی وجود نداره. میرسیم به قسمت مدت بیمه نامه.
مدت بیمه نامه ما از حداقل 5 سال شروع میشه. طبق چیزی که عرف هست تو تمام شرکت‌های بیمه اینه که شما تا 30 سال میتونید در واقع یه فرد رو بیمه کنید، به شرط اینکه مجموع سن بیمه شدهتون و مدت بیمه نامه از 80 سال تجاوز نکنه. و خب اون شرط 80 سال هم خودتون بهتر میدونید. برای اینکه یک فرد تا 80 سالگی تحت پوشش بیمه نامه قرار بگیره حتما باید قبل از 60 سال در واقع بیمه نامش صادر شده باشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که شما میتونید مدت بیمه نامه رو هم بیشتر از 30 سال در نظر بگیرید. میتونید یه فرد رو 35 سال یا حتی 40 سال هم تحت پوشش بیمه نامه قرار بدید. ولی به خاطر اینکه در واقع از لحاظ زمانی مدت زمان خیلی طولانی براش میشه، پیشنهاد میشه تا حد اکثر همون 30 سال براش در نظر بگیرید. دوستان فایل کلاس رو که داریم تو سیستماتون، درسته؟ خب نکته‌ای که وجود داره اینه که از سال 93 طبق بخشنامه بیمه مرکزی نرخ سود بیمه های زندگی 2 سال اول 16%، سال سوم و چهارم 13% و بعد از اون 10%. که ما میانگین این سود مربوط به در واقع سود تضمین شده هستش که بیمه مرکزی به همه شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده. همه شرکت‌های بیمه موظف هستن و در پایان هر سال بیمه‌ای پس از اینکه محاسبه کردن سودشون رو از محل ذخایر بیمه گذارشون، اگر سودی که دریافت کردن کسب کردن بیشتر از در واقع نرخ سود تضمینی بود، 85% این سود رو به حساب اندوخته بیمه گذاران واریز بکنن. سودهای مشارکت سودهای قطعی 2 سال اول 16%، سال سوم و چهارم 13% و بعد از اون 10%. میانگین سود قطعی بیمه پارسیان در سالهای اخیر 21%. یعنی در مجموع شرکت بیمه پارسیان میانگین 21% به سپرده ها به بیمه گزارش هر سال سود پرداخت کرده که آخرین سودی هم که ما داشتیم مربوط به سال 1401 بوده، چون 402 هنوز مشخص نشده، 23.6 که به حساب اندوخته بیمه گذاران واریز شد. خب میرسیم به ذی‌نفعان و استفاده کنندگان از مزایای بیمه نامه‌های زندگی. ما تو بحث استفاده کنندگان و ذی‌نفعان 2 مورد داریم، در صورت حیات بیمه شده و در صورت فوت بیمه شده. تو هر دو تا حالت چیزی که برای ما مهم هست حیات و فوت بیمه شده هست. برای قسمت هم حیات و هم فوت شما میتونین هم ذی‌نفع به صورت یک شخص حقیقی قرار بدین، هم میتونین به صورت یک شخص حقوقی قرار بدین. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که برای اینکه از یک اولویت شما ممکن شما اولویت بندی اومدی باشین انجام داده باشین، مخصوصا تو بحث ذی‌نفعان فوت ما زمانی از اولویت 1 به اولویت 2 میدیم که تمام اولویت 1 یعنی تمام استفاده کنندگانی که تو اولویت 1 اومدیم قرار دادیم از بین رفته باشن یا فوت کرده باشن. اگه در واقع یک شخص حقوقی رو در نظر میگیریم شکلش باید منحل شده باشه. شخصیت حقوقی ها میتونن مثل کجاها باشن؟ مثل در واقع میتونن کمیته امداد باشه، مؤسسات خیریه باشه. همه اینها میتونن در واقع به عنوان استفاده کنندگان حقوقی توی مجموعه توی بیمه نامه ما قرار بگیرن. تو قسمت حیات بیمه شده همونجوری که تو فرم پیشنهاد در واقع مطرح شد، ما تو قسمت ذی‌نفعان حیات میتونیم در اولویت 1 فقط افراد رو قرار بدیم. این که در اولویت 1 میتونیم افراد رو قرار بدیم به منزله این نیست که شما فقط میتونین یک ذی‌نفع مشخص بکنید. شما میتونید 2 نفر ذی‌نفع رو مشخص بکنید تو قسمت حیات بیمه شده با اولویت 1 و درصد سهم 50%. پس میتونید تو قسمت ذی‌نفع حیات هم شما 2 تا در واقع ذی‌نفع رو قرار بدیم. فقط باید بدیم که اولویتش 1 هست و درصد سهم‌هاشون فقط میتونه متفاوت باشه. در قسمت فوت بیمه شده هم شما میتونید تو 4 اولویت افراد رو قرار بدید. حالا هم میتونید در واقع 4 اولویت یعنی 100%. حالا هم میتونید در واقع تو اولویت 1 بیاین 2 تا 50 بذارین، یا می که کلا اولویت 1 تون 100% باشه، اولویت 2 تون 100%. فقط دقت بکنید اگر تعداد
ذینفعان فوت و حیات بیمه نامتون از 4 نفر تجاوز بکنه، به خاطر شکل ظاهری که رو بیمه نامه پیش میاد، یعنی قسمت ذینفعان میاد در واقع قرار میگیره رو قسمت پوشش های بیمه، شاید در نظر ظاهری شکل جالبی نداشته باشه، پیشنهاد میشه که بیشتر از 4 نفر رو در مجموع، بیشتر 4 ردیف در واقع در مجموع در قسمت ذینفعان فوت و حیات بیشتر قرار ندید. نکته که تو قسمت استفاده کننده ها خیلی سوال پیش میاد اینه که اگر بیمه شده و ذینفع ما با هم دیگه فوت بکنن چه اتفاقی میفته؟ اگر بیمه شده و ذینفع فوت بیمه نامه در یک حادثه تصادف، در زلزله، در سیل، در هر اتفاقی که ممکنه بیفته، ذینفعان ما با ذینفع بیمه شده با هم فوت بکنن، با توجه به تقدم و تأخر فوتشون اونجا مشخص میشه که خسارت به چه شخصی قابلیت پرداخت داره. یعنی چی؟ یعنی اگر که بیمه شده ما زودتر از ذینفع فوت کرده باشه، چون منافع بیمه نامه به ذینفع منتقل شده و اگر بعد از اون فرد، یعنی ذینفع ما بعدش چون دیگه شخصی دیگه قرار نگرفته، ذینفع ما زنده بوده و اول بیمه شده فوت شده، منافع بیمه نامه میرسه به وراث قانونی ذینفع. حالا اگر که اول ذینفع فوت بکنه بعد بیمه شده، در این حالت اگر ذینفع دیگری در بیمه نامه وجود نداشته باشه، منافع بیمه نامه میرسه به وراث قانونی بیمه شده. این هم مبحث مربوط به استفاده کنند. در مجموع بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه نامه های زندگی، بیمه نامه مستمری، زندگی و مستمری از 2 قسمت تشکیل شده. یه بخش بیمه ای داره و یه بخش سرمایه گذاری. تو بخش بیمه ای چیزهایی که ما داریم بحث پوشش های بیمه ای و هزینه های بیمه نامه است. مثل پوشش خطر فوت، پوشش اصلیمون هست، پوشش های اضافی، هزینه های بیمه نامه، هزینه کارمزد، هزینه اداری، موارد به این صورت. و تو بخش سرمایه گذاری هر چقدر که از اون حق بیمه که فرد داره به ما پرداخت میکنه و قسمت بخش بیمهش ازش کسر شد باقی بمونه، میره تو قسمت سرمایه گذاری و بهش در واقع اندوخته سرمایه گذاری تلقی میشه. این به همین صورت جمع میشه، میتونه از قبال این بیمه نامه، از قبال اندوخته وام دریافت کنن، برداشت بگیرن و بقیه موارد. حالا میخوایم ببینیم که در واقع حق بیمه که ما پرداخت میکنیم به چه روش‌های قابلیت پرداخت رو داره. حق بیمه که پرداخت میشه به صورت ماهانه، 3 ماهه، 6 ماهه و سالانه است. هر روش پرداختی رو که شما دارین انتخاب میکنین، حداقل مبلغی که در واقع در مجموع به صورت سالانه باید باشه از 1,200,000 نباید کمتر باشه. یعنی اگر فرد داره حق بیمه رو به صورت ماهانه انتخاب میکنه میشه ماهی 100,000 تومان. اگر به صورت 6 ماهه داره انتخاب میکنه میشه حداقل هر 6 ماه 600,000 تومان. پس این نکته که وجود داره به این صورت. نرخ تعدیل حق بیمه میتونه از ثابت باشه تا 50%. یه توصیه‌ای بهتون میکنم، چون خیلی دیدم من تو مواردی که حالا زمانی که توی شعبه من کار میکردم این موارد رو زیاد از نماینده هامون دیدم. اونم اینه که میان نرخ تعدیل حق بیمه رو 10% در نظر میگیرن. این 10% در نظر گرفتن چون فکر میکنن بیمه گذار توانایی اینو نداره که پرداخت حق بیمه رو بیشتر انجام بده. دوستان، نرخ تعدیل حق بیمه رو حداقل 20% در نظر بگیریم. چون شما حتی اگر یک مبلغ حق بیمه 5 میلیون تومانی رو هم در نظر بگیرین، سال دیگه با نرخ تورم 20%، چون 20% میخوان افزایش بدیم براش، این 5 میلیون تومانش میشه 6 میلیون تومان. درسته خیلیاتون نگاه میکنین میبینین که بگین تو سالهای در واقع انتهای بیمه نامه حق بیمه که فرد قرار هست پرداخت کنه خیلی عدد بالاییه. بله، ولی با توجه به تورمی که داره پیش میره اون موقع دریافتی که اون بیمه گذار ما داره خیلی بیشتر از این عددی هستش که ما براش در نظر گرفتیم. از طرف دیگه بیمه گذار ما میتونه هر سال بیمه‌ای که دید توانایی پرداخت حق بیمه رو نداره بیاد از ما درخواست بکنه، ما براش الحاقیه بزنیم و مبلغ حق بیمه رو یا نحوه پرداختش رو تغییر بدیم. پس حداقل نرخ تعدیلی که میخوایم برای حق بیمه‌تون در نظر بگیریم 20% در نظر بگیرین تا در جلسه فکر کنم چند جلسه بعد اول نکات فنیمون که تمام شه تو هفته آینده ما زمانی که میخوایم پیشنهاد رو ثبت بکنیم ببینیم نرخ تعدیل چقدر بتونه بهمون کمک کنه.
مورد بعدی اینه که شما میتونید بیمه نامه رو با اندوخته صادر بکنید یا در ادامهش اندوخته رو بهش اضافه بکنید. اندوخته اولیه مبلغی هستش که صرفاً جهت سرمایه گذاری رو بیمه نامه اضافه میشه. شما از مبلغ اندوخته نمیتونید در مجموع برای که خواست باشین سرمایه فوت انتخاب بکنید استفاده بکنید. صرفاً برای بحث سرمایه گذاری هست. حداقلش 500,000 تومانه و من تو اون جلسه که بخوایم فرم پیشنهاد رو ثبت بکنیم بهتون میگم به چه راحتی بدون اینکه حتی نیاز داشته باشین الحاقی رو بیمه نامتون صادر بکنید میتونید به بیمه گذارتون بگید هر زمان در هر وسط هر سال بیمه، هر زمان که دلش خواست، اصلا هر روز یا هفته یک بار، ماهی یک بار، میتونه چجوری مبلغ اندوخته رو به بیمه نامش اضافه بکنه بدون اینکه شما نیازی باشه کاری براش انجام بدید. یک سری بیمه نامه‌ها هستش که به صورت یکجا صادر میشه، یعنی حق بیمه رو یکجا پرداخت میکنه. یکجا منظورمون سالانه نیست. یکجا یعنی اینکه بیمه گذار برای مدت 20 سال 30 سال مدت بیمه نامش هر چقدر که باشه قرار هست مبلغی رو به شما پرداخت بکنه، برای بیمه نامش پرداخت بکنه و تا پایان مدت بیمه نامه دیگه نیازی به پرداخت هیچ مبلغی در هیچ سالی وجود نداره. این بیمه نامه به عنوان حق بیمه یکجا شناخته میشه و خب از اون طرف دیگه قطعا الان تو مبحث که برای کارمزد مطرح بشه خدمتتون عرض میکنم که برای نماینده کارمزد آنچنانی ممکنه نداشته باشه. خب حالا که ما حق بیمه‌مون مشخص شد میخوایم ببینیم که بحث پوشش‌های بیمه‌ایمون رو به چه صورتی میتونیم کاراشو انجام. پوشش‌های بیمه که ما داریم اصلی ترین و اساسی ترین موردی که داره بحث سرمایه فوته. یعنی اگه کسی به ما مراجعه بکنه بگه من بیمه نامه از شما میخوام ولی سرمایه فوت نمیخوام، ما نمیتونیم برای اون فرد بیمه نامه رو صادر بکنیم. اگر سرمایه فوت از ما نخواسته باشیم میتونه بره پولشو بذاره بانک، چون ما اصلی ترین موردی که داریم اسمشو گذاشتیم. یعنی اولش درست بیمه عمر و سرمایه گذاری و بیمه زندگیه، ولی چیزی که خیلی توش مهمه اینه اول شما باید یک در واقع پوشش بیمه فوت حتما داشته باشید. پوشش بیمه فوت به چه صورت محاسبه میشه؟ شما حق بیمه فردتون رو، اینی که فرد میخواد بهتون پرداخت بکنه رو به سالانه تبدیل میکنین، ضرب در 25ش میکنین تا سقف 5 میلیارد تومان میتونه پوشش بیمه از ما دریافت بکنه. قاعدتاً با توجه به سن فرد، شغل فرد و فعالیت‌های جانبی که اون فرد داره میتونه این پوشش بیمه‌ای کمتر باشه. از طرف دیگه شرکت‌های بیمه به خاطری که بتونن اون بحث ارزیابی ریسکشون به درستی انجام بدن، برای افراد با سن‌های مختلف و سرمایه فوت‌های انتخابی میتونن بیان چیکار بکنن؟ جداول سن و سرمایه در نظر گرفتن و با تجربه میتونن آزمایشات رو براشون در نظر بگیرن. به طور مثال اگر کسی قرار هست به ما در حق بیمه به ما 3 ماهی 1 میلیون تومان پرداخت بکنه، در سالش میشه 4 میلیون تومان و سرمایه فوت این فرد ضرب در 25ش بکنیم میشه 100 میلیون تومان. حالا یه نفری هست بهمون مراجعه میکنه میگه که من میخوام سرمایه فوت خیلی بالایی داشته باشم. میگیم اگر سرمایه فوت خیلی بالایی میخوای داشته باشی مثلا چقدر میخوای سرمایه فوت داشته باشی؟ من 1 میلیارد تومان میخوام سرمایه فوت از شما داشته باشم. کافیه بهش بگین که شما 4% 1 میلیارد تومان رو به من حق بیمه پرداخت کن، میشه 40 میلیون تومان در سال. اگر به ما پرداخت بکنی ما میتونیم پوشش بیمه‌ای رو براتون لحاظ بکنیم. خب میریم در واقع بحث و نرخ تعدیل هم که براش میتونید در نظر بگیرید ثابت تا 20%. توصیه‌ای که بهتون میکنم اینه که حتما برای بحث پوشش‌های بیمه، چون هر چقدر که در واقع نرخ تعدیل سرمایه فوت شما برای سرمایه فوت در نظر بگیرید، سایر پوشش‌های بیمه چون متصل هست به بحث سرمایه فوت، اونها هم به همون روال افزایش پیدا میکنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که حتما سعی کنیم حداقل یک نرخ تعدیل 10% رو برای بحث پوشش‌های بیمه‌تون در نظر بگیرید. این جدول سن و سرمایه و بحث آزمایش معافیت از انجام آزمایشات برای بیمه شده ها هست که این رو حالا در واقع اون جلسه که بخوام فرم پیشنهاد رو تکمیل می‌کنیم توضیح مفصل میدم. و مورد بعدی این که چون فایل در
کانال اون سایت آموزشیمون قرار میگیره میتونید ازش استفاده بکنید. این که الان من خواسته باشم عدد رو بهتون میگم ممکنه مقداری شما رو گیج کنه. فقط بدونید که تا یک سنی شما میتونید در واقع و همه افراد میتونن از انجام آزمایش معاف بشن. برسیم به قسمت پوشش‌های بیمه‌ای بیمه‌نامه. ما یه سری پوشش‌های بیمه‌ای داریم، بهشون میگم پوشش‌های حادثه‌ای. پوشش‌های حادثه‌ای پوشش‌هایی هستش که صرفاً باید اون اتفاق، اون در واقع نوع پوشش این باشه که در اثر حادثه رخ داده باشه که ما بتونیم خسارت رو پرداخت بکنیم. پوشش‌های حادثه‌ای شامل فوت در اثر حادثه، نقص عضو از کارآفرینی دائم در اثر حادثه، مقرری روزانه بستریشان در مرکز درمانی ناشی از حادثه و پرداخت هزینه پزشکی میشه. مواردی که ما الان امروز خدمتتون عرض می‌کنم این موارد هست و مابقیش رو کلاس که فردا داریم و ادامه کلاس امروزمون هست اونها رو کلاس فردا مطرح می‌کنم. خب پوشش‌های حادثه‌ای، اولین موردی که وجود داریم که ما اول باید بدونیم حادثه چیه. حادثه یه عامل خارجیه، عاملی که حادثه واقع است که به صورت ناگهانی اتفاق میفته، خارج از اراده فردی و توسط عامل خارجی بروز می‌کنه. این سه تا عامل رو باید حتما همراه هم داشته باشن. اگر که یک کدوم از این موارد نباشه دیگه تعریف حادثه اون واقعه، اون اتفاقی رخ داده حادثه تلقی نمیشه. ما خودکشی رو حادثه در نظر نمیگیریم چون خارج از اراده فرد نیست. مواردی مثل سکته قلبی، سکته مغزی رو اونها رو هم حادثه در نظر نمیگیریم چون سکته قلبی و سکته مغزی توسط عوامل درونی اون فرد رخ داده. برای همین اونها به عنوان حادثه تلقی نمیشه. حادثه تصادف میشه، سقوط از ارتفاع میشه. موارد این همه میتونه تحت عنوان حادثه تلقی بشه. اولین آیتمی که وجود داره، اصلی ترین پوششی که ما تو بحث پوشش‌های در واقع بحث پوشش‌های حادثه‌مون داریم، پوشش فوت در اثر حادثه است. پوشش فوت در اثر حادثه از بعد تولد ارائه میشه تا سن 80 سالگی. چجوری به دست میاد؟ چجوری میتونیم اون دریافت بکنیم؟ 5 برابر سرمایه فوت و هر علت تا سقف 5 میلیارد تومان. پوشش‌های حادثه‌ای برای یه سری افراد خیلی مهمن. برای کدوم افراد خیلی مهم میشن؟ برای افرادی که نظامی و انتظامی هستن. چرا برامون خیلی مهمه؟ بیمه شده هایی که شغلشون پلیس، نیروهای نظامی و انتظامی هستن. این افراد به خاطر اینکه سرمایه فوت، اگر فوتشون در اثر عملیات نظامی و انتظامی باشه، سرمایه فوت بهشون پرداخت نمیشه، جزء استثناءات بیمه‌نامه هست. پوشش‌های حادثه‌ای خیلی براشون مهمه. کسایی که سرباز هستن، اینها اگر به طور مثال سرباز میره تو میدون تیر، در اثر تیراندازی که رخ میده دچار حادثه میشه، فوت میکنه. این فرد اگر پوشش فوت در اثر حادثه رو داشته باشه ما خسارت بهش پرداخت میکنیم، ولی اگر که نداشته باشه خسارتی بهش پرداخت نمیشه، سرمایه فوت قابل پرداخت بهش نیست. این که خیلی وقتا ما میومدیم اینو مطرح میکردم، گفتم چون این فرد سرباز هست بیمه‌نامه رو بدون هیچ پوششی بهش صادر بکنید، این ظلم به اون فرد بوده، چون صرف باید پوشش حادثه‌ای رو داشته باشه که اگر اتفاقی براش اونجا افتاد بتونه خسارت بهش پرداخت بشه. حالا اگر همین سرباز ما تو مسیری که داره برمیگرده، داره میاد مرخصی یا همونجا اتفاقی براش میفته که ربطی به مسئله نظامی و انتظامی نداره، میره از بالای بلندی هایی میفته پایین و فوت اتفاق براش میفته، اونجا هم سرمایه فوت قابل پرداخت به این فرد هست، هم سرمایه فوت در اثر حادثه. پس خیلی مهمه برامون که بتونیم تو بحث پوشش حادثه‌ای برای افرادی که ریسک های فوت بالایی دارن یا افرادی مثل نظامی و انتظامی هایی که هستن بتونیم سرمایه فوت حادثه‌ای نسبتاً خوبی بهشون. هرچند هم که یک سری محدودیت هایی روی ارائه این پوشش ها وجود داره. نکته مهمی که وجود داره اینه که تو بحث پوشش های حادثه‌ای با در اثر حادثه، نقص عضو، هزینه پزشکی و مقرری روزانه، موردی که خیلی مهمه اینه که شما اگر فردی
بیمه شده‌ای داشته باشین که ورزش حرفه‌ای داره انجام میده یا ورزش رزمی داره انجام میده یا از موتورسیکلت استفاده میکنه، این موارد چون باعث میشه که اضافه نرخ حادثه‌ای برشون لحاظ بشه، یعنی پوشش ها در واقع مواردی که خدمتتون عرض کردم باعث میشه که این فرد از لحاظ ریسکی نسبت به یک فرد عادی ریسک‌های حادثیش اضافه بشه، قطعا حق بیمه‌ای که بابت این پوشش ها ازش دریافت میشه بیشتر هست. پس حواسمون به این نکته هم باشه. و نکته بعدی اینه که ممکنه به واسطه شغل فرد و هم فعالیت جانبی که خدمتتون عرض کردم، ورزش‌های حرفی و استفاده از موتورسیکلت، محدودیت‌هایی توی ارائه دادن پوشش‌های اضافی، پوشش حادثی به بیمه شده وجود داشته باشه. پوشش بعدی که مقابل ارائه هست از بحث پوشش‌های حادثه‌مون، پوشش نقص عضو یا اسکار افتادگی دائم و جزئی. ببینید ما تو تعریف نقص عضو این رو داریم که قطع، تغییر شکل یا از کار افتادن حسی بدن، این باید به صورت دائم اتفاق افتاده باشه. اینکه یه فردی صرفاً دست و پاش میشکنه و یک از کار افتادگی موقت داره، این رو بهش نقص عضو نمیگن. نقص عضو موردی هستش که ممکنه یه فردی در واقع حتی دستش از مچ قطع شده باشه و این قطع شدن دست از مچ پیوند شده باشه ولی محدودیت حرکتی داشته باشه. با توجه به محدودیت حرکتی که داره، در واقع ما با وجودی که اون دست از نظر ظاهری که نگاش میکنیم سالمه، داره دیده میشه که هنوز دست پیوند شده یا انگشت پیوند شده، اینها رو ما داریم میبینیم، ولی چون محدودیت حرکتی داره یعنی این فرد دچار نقص عضو شده. چجوری به دست میاد؟ پوشش نقص عضو معادل سرمایه فوت در اثر حادثه است تا سقف 1 میلیارد تومان. هنوز این پوشش افزایش پیدا نکرد. پوشش بعدی که در واقع جزء پوشش‌های حادثی مطرح میشه و پوشش بسیار مهمیه و بسیار به درد بیمه شده شما میخوره، حتما با وجود یه مقداری گرون قیمت هستش تو بحث پوشش بیمه ایمون، ولی تا جایی که میتونیم پوشش هزینه پزشکی رو حتما به بیمه شدهاتون ارائه بدید، چون در قبال پرداخت خسارت‌هایی که انجام میشه از قبال این پوشش شما میتونید یک اطمینان خاطری رو برای بیمه شدهاتون، برای بیمه گذارتون فراهم کنید که شرکت بیمه هر جایی که شما خسارت بخورین هست. پوشش هزینه پزشکی از بعد تولد دوباره ارائه میشه تا سن 80 سالگی. 20% سرمایه فوت در اثر حادثه است تا سقف 100. این پوشش رو من دیدم نماینده ها به خاطر اینکه بعضی وقتا میان یه فرد بیمه شده زیر سن 7 سال، بیمه شده که بچه هست، میگه خب براش مهمه سرمایه گذاری رخ بده، میان پوشش های بیمه ای رو بهش نمیدن، یا این پوشش رو میگن پوشش گرون قیمتیه، این پوشش رو بهش ارائه نمیدن، میگن که باشه مثلا بچه هست زیاد شاید براش بریم بحث سرمایه گذاری براش مطرح بشه. بچه ها در بیشترین میزان خسارت های هزینه پزشکی هستن. بچه که تازه راه افتاده، بچه که تازه میخواد بره مدرسه، اینها جزء مواردی هستش که خیلی براشون مهمه این پوشش رو داشته باشن. پوشش هزینه پزشکی هر حادثه‌ای که برای فرد بیمه شده ما رخ بده، این بیمه شده ما میتونه تو خیابون که داشته راه میرفته زمین بخوره، میتونه خدای نکرده تصادف کرده باشه، تو آشپزخونه اتفاقی براش افتاده باشه، از پله افتاده باشه، همه اینها هزینه هایی که بابت درمان اون در واقع خسارت اون حادثه به فرد بیمه گذار ما تحمیل شده، به بیمه شده ما تحمیل شده، قابلیت پرداخت رو داره. مثل چه هزینه‌ای؟ ویزیت فرد، دارو، فیزیوتراپی، عمل جراحی، پانسمان، هر هزینه هست بدون اینکه از اون فرد خواسته باشن فرانشیزی کسب بکنن، مثل بیمه تکمیلی زیستی چیزا رو حذف بکنن، بدون اینکه بخوام فرانشیز ازش کسب بکنن، در واقع خسارت بهشون قابل پرداخته. تا چه میزانی؟ تا میزان فاکتورهایی که به ما ارائه شده یا سقف پوششی که داره، هر کدوم که کمتر باشه بهشون پرداخت میکنن. برای این دریافت خسارت‌های پوشش هزینه پزشکی، دریافت اصل فاکتورهای پزشکی که مهر داشته باشه، مهر مرکزی درمانی رو داشته باشه، الزامیه. پس حتما این پوشش رو به بیمه شده هاتون ارائه بدید. پوشش بعدی که ما داریم پوشش مقرری
روزانه بستری در مرکز درمانی ناشی از حادثه است. این پوشش چی میاد میگه؟ میگه اگر بیمه شده ما دچار حادثه شد و در قبال این حادثه که براش رخ داد تو مرکز درمانی تو بیمارستان بستری شد، ما 3 روز اول بهش کاری نداریم، از روز 4 تا 90 روز به ازای هر روز بستری تو بیمارستان شرکت بیمه پارسیان 5 در 1000 سرمایه فوت در اثر حادثه رو به اون فرد پرداخت میکنه. پوشش بسیار گرونیه، پس ما نمیتونیم به همه بیمه شده هامون این پوشش رو ارائه بدیم. خب قاعدتا برای یه بچه‌ای که هنوز کاری انجام نمیده ارائه دادن این پوشش شاید زیاد براش کارایی نداشته باشه، ولی یه سری افراد هستن که این افراد کارشون کار خیلی خاصیه و از اون طرف دیگه اگر 1 روز سر کار نرن دیگه از بابت اون 1 روزی که سر کار نرفتن درآمدی رو ندارن. شما میتونید این پوشش رو بهشون ارائه بدید. نکته‌ای که وجود داره، ببینید من پوشش‌های حادثی کامل بهتون گفتم. همه مواردی که ما اومدیم براتون در نظر گرفتیم حد اکثر سرمایه‌های قابل پرداخت بود. اون سرمایه که شما میتونید توی فرم با توجه به حق بیمه که فرد داره پرداخت میکنه، با توجه به پوشش‌هایی که در نظر گرفتید میتونید بگیرید. حالا شما میخواین یه پوشش رو به یه فردی ارائه بدین، میتونید کامل بهش ارائه ندین. شما دوست دارین یه نفر دارین میبینین میگین این یک کارگر ساختمانی هست که به صورت روزمزد داره کار میکنه، ولی اگه یه روز کار نکنه شاید درآمدی نداشته باشه. این اگه خواسته باشم پوشش رو بهش بدم، مثلا برای یه فردی که داره به ما چقدر پرداخت میکنه، سالی 4 میلیون پرداخت میکنه، خب سرمایه فوتش میشه چقدر؟ 100 میلیون تومان. حادثه‌ش رو میتونه تا چقدر بگیره؟ تا 500 میلیون تومان. حالا با توجه به شغل فرد ممکنه ما بهش بگیم بیشتر از 200 میلیون تومان بهت پوشش نمیدیم. این فرد وقتی قرار باشه 5 در 1000 رو بیاد بگیره، یعنی میشه چقدر؟ میشه مثلا حدودا روزی 1 میلیون تومان. میگیم حقش خیلی زیاد شد، اینا نمیتونه پرداخت بکنه. شما میتونید برای این فرد بذارین روزی 100,000 تومان. میتونه با روزی 100,000 تومان، با روزی 50,000 تومان این پوشش رو داشته باشه که اگر اتفاقی براش افتاد توی مرکز درمانی بستری شد، 1 ماه بود اونجا، بتونه از 26 روز از ما خسارت دریافت بکنه. نکته خیلی خوبش اینه که تو هر سال بیمه یه بار میتونه از این استفاده کنه و سال بیمه بعد تو سیستم فناوران به صورت خودکار دوباره چی میشه؟ فعال میشه. یعنی هر سال میتونه از این در واقع شرطی که هست استفاده کنه. ولی موردی نداره که بیام بگیم حالا چون 1 ماه استفاده کرد 2 ماه دیگهش باقی مونده اون 2 ماه دوباره در طول سال بتونه بگیره. نه، برای هر سال بیمه 1 بار مصرف هست. خب مباحثی که من خواستم خدمتتون عرض بکنم برای جلسه اول تا همینجا بود. یه سری نکات که داریم رو من بهتون بگم و بعد بریم سراغ پرسش و پاسخ‌هایی که میتونیم داشته باشیم. پوشش مقرر روزانه رو خدمتتون عرض کردم، پوشش بسیار گرونیه و پوشش مقرر روزانه رو ما توصیه آنچنانی نمی‌کنیم که حتما برای همه بیمه شده هاتون ازش استفاده بکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که غیر از پوشش‌های فوت و فوت در اثر حادثه که مبلغ در واقع خسارت به استفاده کنن و ذی‌نفعان بیمه نامه پرداخت میشه، سایر پوشش‌های بیمه‌ای که در واقع تا اینجا بهتون گفته شد و بعد هم حالا در واقع بهتون گفته میشه، پوشش‌های نقص عضو، پوشش هزینه پزشکی و پوشش مقرر روزانه بستری در مرکز درمانی، این پوشش‌هایی هستش که ما به فرد بیمه شدهمون میدیم، یعنی خسارت به فرد بیمه شده پرداخت میشه. با توجه به اینکه پوشش نقص عضو و پوشش هزینه پزشکی جزء پوشش‌هایی هستش که ممکنه در طول سال اتفاقی که برای فرد میفته کامل صفش استفاده نکنن. چون پوشش نقص عضو فرد باید دچار کامل، یعنی قطع نخاع کامل اگر بشه یا نابینایی 2 چشم داشته باشه یا قطع 2 تا عضو اگر باشه به صورت 100% پرداخت میشه و مابقی موارد به صورت نقص عضوهای جزئی هست ادامه صفش باقی میمونه تو بیمه نامه و در سالهای بعد میتونه ازش استفاده بکنه. پوشش هزینه پزشکی اگر که خسارتی به فرد میخوره کامل در یک خسارت دریافت بکنه و برای سالهای بیمه بعدش دوباره از طریق الحاقیه و تایید پزشک بیمه‌گر شرکت بیمه پارسیان میتونه پوشش دوباره چیکار کنه؟ خریداری بکنه.
در غیر این صورت اگه مبلغ براش باقی مونده باشه تا پایین مدت بیمه نامه میتونه ازش استفاده کنه. تا اینجا اگر سوالی دارین، نکته‌ای دارین بفرمایین. حتما سوالا رو از اول نگاه میکنم، اگر موردی باشه بهتون میگم، اگه باز هم سوالی داشتین مطرح کنین. ما جلسه‌ای برای بحث پرسش و پاسخ قطعا داریم. هفته آینده روز شنبه هست، همین ساعت 2. فردا ادامه مباحثمون رو داریم، مباحث فنی رو داریم. در واقع بحث پوشش‌های بیمه امراض، پوشش امراض تکمیلی، پوشش‌های معافیت از کار افتادگی و پوشش‌های بیمه گذار رو در واقع مطرح می‌کنیم. برای اینکه راحت‌تر از در واقع روال کلاس‌ها با خبر بشین و بدون، حتما تو کانالی که در واقع براتون پین شده تو کانال تلگرام عضو بشین که هم بتونید فایل‌ها رو اونجا دریافت بکنید و هم در واقع یه سری نکاتی که در واقع به مرور بهتون داده میشه بتونید ازش استفاده بکنید. خب بذارید من ببینم سوالاتی که مطرح شده چه چیزهایی رو ما داریم. اگر این مثلا با سوالی رو من جا انداختم لطفاً بگین که دوباره مطرح کن که جوابش رو بگیریم. خب فعلا که صدا تصویر بوده. چه بیمه هایی برای اتباع آزاد هستش؟ ببینید ما بیمه نامه های زندگی رو شما میتونیم برای تمامی اتباعی که خدمتتون عرض کردم کارت اقامت معتبر تو ایران داشته باشن. در الانی که ما این بیمه نامه رو صادر میکنیم، یعنی ممکنه شما موردی رو داشته باشین که یه ماه دیگه هنوز کارتش اعتبار داره، میتونیم براش بیمه نامه رو صادر کنیم. شما ممکنه موردی رو داشته باشین، چون ما در زمان کرونا این مبحث رو داشتیم که در زمان کرونا در واقع خیلی از کارت و اقامت ها تمدید نمیشه یا میگفتم به صورت خودکار تمدید شده. اگر مورد این حالتی رو داشتین شما کافیه یک دستنویس از بیمه گذارتون بگیرین، بگین که در واقع بنویسه براتون که من اقامتم تو ایران قانونی بوده و هر زمانی هم که شما به من بگین من میتونم مدارک اقامت قانونی رو بهتون ارائه بدم. در واقع با همین دستنویس و حالا کپی کارت شناسایی که داشته باشن که میتونه پاسپورتشون بشه یا هم کارت اقامتی که قبلا داشتن هنوز تمدید نشده، هم رو بزنن بیمه شده ها قابلیت بیمه شدن رو دارن. خیر خانم حسین زاده، برای ایرانیات هر جایی هر اتفاقی براشون بیفته هیچ محدودیتی وجود نداره و خسارت قابل پرداخت بهشون هست، میتونن خسارت رو بهشون پرداخت بکنید. صرفا برای اتباع خارجی هستش که ما فقط مرزهای ایران در واقع پوشش قرار میدیم، چون کلا شما ممکنه حتی بیمه شده‌ای داشته باشین که الان داخل ایران هست، بیمه نامه رو براش صادر میکنین، ولی بعد از اینکه در واقع حالا بیمه نامه زندگیش هم داره و بعد از کشور خارج میشه، اون فرد هم هیچ محدودیتی نداره، حق بیمه هاشو میتونه پرداخت بکنه و همچنان تحت پوشش بیمه نامه هم قرار بگیره. خب خانم دریایی نمیدونم قسمت قبلی که گفتیم کدوم قسمت هست، ولی هویتش تو فیدا پیدا نشد. اون احتمالاً بعد از طریق سامانه جیرا بذارین یا اینکه کدی که داریم براش ثبت می‌کنین. برای در واقع اتباع خارجی چیزی که باید ثبت بکنین یک کد شناسایی دارن، این شماره شناسایی هستش که معمولاً رو کارت اقامتشون بالای عکسشون درج شده، اون رو باید درج بکنین. خب سودها رو هم که گفتم خدمتتون، 2 سال اول 16، سال سوم و چهارم 13 و مابقی بعد از سال پنجم به بعد میشه 10%. خانم خالقی ببینید برای سود مشارکت در انتهای هر سال بیمه‌ای زمانی که شرکت‌های بیمه میان تمام صورت‌های مالیشون بسته میشه، مشخص میشه که در واقع از قبال بیمه‌های زندگی توی سرمایه‌گذاری که در جاهای مختلف انجام دادن، که این در واقع جای مختلف میتونه تو بورس باشه، بازار مسکن باشه، بازار طلا باشه، بازار معاملاتی باشه، هر جایی که اومدن انجام دادن، در قبال این در واقع سرمایه‌گذاری که صورت گرفته شرکت‌های بیمه از من در واقع اندوخته بیمه‌های زندگی، چون فقط اندوخته بیمه‌های زندگی رو میتونن برن صرف این موارد و کاملا جدا هست بحثش، میزانی که سود در واقع کرده باشه، حالا میان سود و زیانا رو مشخص میکنن، خسارتی که پرداخت شده رو کسب میکنن، این موارد مشخص میشه که شرکت بیمه چقدر سود در واقع کسب کرده.
اگر میزان سودی که کسب کرده از میزان نرخ سود پیش بینی، سودهای قطعی، سودهای تضمینی که بیمه مرکزی اومده مشخص کرده بیشتر باشه، موظفه که 85% حداقل 85% رو با بیمه گذاراش سهیم بشه، به عنوان سود مشارکت در منافع به بیمه گذارا برگردونه. شرکت بیمه پارسیان از در واقع سال 88 تا الان میانگین سودش 21% بوده و تو سالهای اخیر، یعنی سالهایی که ما داشتیم 3-4 سال اخیر، میزان سود خیلی بالایی داشته. سال 401 23.6 بوده، سال قبلش 22% بوده، سال قبلش هم 22% بوده. موارد به این صورت داشتیم. خب این که در مبحث خامپرواز کلاس ما نیست. موضوع 40 میلیون تومان مثال رو که اون 40 میلیون تومانی که خدمتتون گفتم، ببینید اگر یه زمانی شما معمولا تو بحث بیمه‌های زندگی به این صورت هستش که حق بیمه رو بیمه گذار ما مشخص میکنه و زمانی که مشخص کرد شما میتونید در واقع چیکار کنید؟ بر طبق اون میاد سرمایه فوت و پوشش بیمه دیگر رو مشخص میکنه. حالا یه زمانی از بیمه گذار شما میاد میگه من نه سرمایه فوت بالایی میخوام، از این شما چقدر سرمایه فوت نیاز داری، مثلا چقدر برای خود مطرح هست، میگه 1 میلیارد 2 میلیارد. عددی که اون به عنوان بحث پوشش بیمه فوتش دیگه فوتش داره در نظر میگیره، هر عددی که به شما مشخص کرد شما 4% اون رو بعد به عنوان حق بیمه پرداختی سالانش در نظر بگیرید که میتونه این حق بیمه رو به صورت یک جا سالانه به ما پرداخت بکنه، میتونه در 2 قسط 6 ماهه بده، 3 ماهه بده یا ماهانه. سامانه آموزشی رو هم که براتون گذاشتم حتما واردش بشین که بتونید در واقع از اطلاعاتی که هست استفاده کنید. خوشبین اگه بحث مربوط به هزینه پزشکی رو داریم میگیم، ببینید ما بحث زیبایی رو در نظر نمیگیریم. اینکه اگه مثلا به واسطه حادثه‌ای که برای فرد رخ داده منجر به این شده که مثلا دندوناش آسیب ببینه، منجر مثلا به کشیدن دندون نشده، مواد اینجوری شده، بله قابل پرداخت هست. محدودیت تعداد فاکتور هم رفیعی ما در واقع بحث پوشش هزینه پزشکی نداریم، ولی خواهشی که در واقع هست اینه که زمانی که خواستم بیمه گذار مجموعه حتی به شاید باید مراجعه بشه، اینه که ما زمانی میگیم کارش انجام بدید طول درمانشون تموم شده باشه، همه هزینه هاشون رو در واقع مشخص شده باشه، حالا یا اینکه از نظر درمانی گذشته باشه طول درمانشون، و یا اینکه از لحاظ خودشون که بررسی کردن دیدن طبقشون باید اصل فاکتورها رو داشته باشن، سقف پوشششون دیگه تموم شده، اونجا در واقع میتونن مراجعه بکنن و بقیه کارشون انجام بشه. ولی حتما قبلش بابت اینکه اعلام خسارت کرده باشن با شعبه تحت سرپرستی هماهنگی داشته، شعبه‌ای که در واقع حالا اون فرد در اونجا حضور داره. گفتم که امروز تکمیلی رو این کد 123 من نمیدونم کیه، ولی ببینید هزینه پزشکی مربوط به حادثه است، یعنی باید اول یه حادثه رخ داده باشه که به واسطه اون حادثه که رخ داده حالا فرد در واقع دچار یک سری متحمل یک سری هزینه های شده. شما ممکنه مثلا یه پرونده خسارتی که حالا زمانی که من شعبه بودم داشتیم این بود که به واسطه در واقع فرد در حین فرستکاری کار با دستگاه یک تیکه از در واقع فلز جدا میشه و وارد چشمش میشه، به واسطه این اتفاقی که براش میفته فرد از ناحیه یک چشم نابینا میشه. اگر اون فرد پوشش هزینه پزشکی رو داشته باشه، هزینه هایی که مربوط به عمل جراحی چشم هست برای قابل پرداخت رو داره. حالا ما موردی که برای این فرد داشتیم این بود که در واقع اومدن با توجه به میزان نقص عضو، چون یه چشم آسیب دیده بود 50% دچار نقص عضو شده بود و مبلغ سرمایه نقص عضو رو بهش پرداخت کرد. خانم خوشبین اگه بحث حالا کدوم پوشش رو داریم میگین که یک بار تا زمانی که اگه بحث هزینه پزشکی و نقص عضو رو، بله تا زمانی که در واقع این هر سال بیمه های زندگی به این صورت که هر سال پوشش بیمه انگاری به صورت خودکار تمدید داره میشه، زمانی که خسارت در واقع دریافت بکنن حالا به میزانی که خسارت دریافت کردن از سقف اون پوشششون کسر میشه. حالا اگر که در واقع سقفش تموم شده باشه اونو در واقع خواستش مجدد دریافت بکنن باید حتما با در واقع از توسط الحاقی به توسط پزشک معتمد باشه. فردا هم خواهیم دیم کلاسمون ساعت 2 هست. ما تمام کلاس هایی که داریم این هفته
فردا کلاس داریم و روز سه‌شنبه ساعت 2. برنامه آموزشی رو براتون قرار دادم تو کانال ها، اونا رو حتما ببینین. مباحثی که ما داریم مباحثی هستش که داریم به صورت خیلی جامع و کامل بهتون ارائه میشه که بتونید اطلاعات رو داشته باشین و بعد بتونید خیلی راحت توی با اعتماد به نفس خیلی بهتری بتونید توی مذاکراتتون ازش استفاده بکنید. تو کانال آموزشی براتون قرار میدیم. اندوخته اولین مزایایی که برای بیمه شده ما داره آقای اعلامی این هستش که در واقع میتونه باعث تسریع در سودآوری بیمه نامه بشه. وقتی فردی حداقل همون 500,000 تومان رو تو بیمه نامش قرار میده، همه ماها میدونیم بیمه نامه های زندگی تو 5-6 سال اول، حتی شاید مثلا 6-7 سال اول بتونیم بگیم از لحاظ بیمه گذاره ما سودآوری نداره. نه که نداشته باشه، از لحاظ بیمه گذاری بیمه گذار اگر تو فاصله 6-7 سال اول بیمه نامه، تو 5 سال اول بیمه نامه تصمیم بگیره که بیاد بیمه نامه‌شو باز خرید بکنه، معمولا پولی که ما پرداخت کرده بهش برگشت داده نمیشه. این منظور نیستش که اصلا بگیم ما بیمه نامه سودآوری نداشته، چون هزینه‌های بیمه نامه تو 5 سال اول بیمه نامه هزینه‌های بیشتری هست، از لحاظ بیمه گذار ممکنه سودآوری نداشته باشه. یکی از راهکارهایی که میشه در واقع تسریع داد این سودآوری بیمه نامه رو، یکیش دریافت حق بیمه به صورت سالانه است. مورد بعدی که خیلی بهمون کمک میکنه دریافت اندوخته اولیه از بیمه نامه است. یعنی شما بتونین بیاین در واقع از بیمه گذارتون اندوخته بگیرید. خیلی از بیمه گذارای ما هستن که در زمانی که بیمه نامه رو ما داریم براشون صادر میکنیم شاید اندوخته آنچنانی نداشته باشن، مثلا حق بیمه آنچنانی نتونم پرداخت بکنم، بگم من الان اینقدر میتونم پرداخت بکنم، ولی وسط سال بیمه ای 2 ماه میگذره، 3 ماه میگذره، این افراد میگن الان یه پولی دست من رسیده، از یه جایی پولی دارم، میتونم در واقع این پولم رو دوباره بیام رو بیمه نامم سرمایه گذاری، امکانش وجود داره برای من. کسایی که قبلا با بحث پورتال با لایف آشنایی داشتن، ما بهشون گفتیم نه تا سر سال بیمه ای نمیتونید شما به این بیمه نامه رو الحاقی بزنید و مبلغ اضافه بکنید. ولی الان در سیستم فناوران خوشبختانه امکانی فراهم شده که شما میتونید در واقع اندوخته اولیه رو بدون اینکه نیاز باشه الحاقی براش صادر بکنید به بیمه نامه اضافه بکنید و هیچ محدودیتی نداره بابت اینکه چند بار میخواین این کار رو انجام بدید. هر تعدادی که بیمه گذار شما تمایل داشته باشه ما با کمال میل پول ازش دریافت میکنیم. سود سرمایه گذاری خام عارفی کلا بیمه پارسیان سود که پرداخت میکنه به صورت روز شمار هست و سود قطعی که مشخص میشه رو انتهای سال بیمه هر چقدر مبلغ اندوخته بیمه نامه باشه با توجه به میزان در واقع روزهایی که اون اندوخته دست ما بوده مشخص میشه و از ابتدای سال بیمه براشون لحاظ میشه. ولی سود در واقع سرمایه گذاری که انجام میشه، سودهایی که به سپرده تعلق میگیره به صورت روز شماره. بهچو برسیم اونجا من کامل بهتون توضیح رو میدم که به چه راحتی میتونید حق اولیه دریافت بکنید. اندوخته اولیه حق اولیه به این معنا نیست که حتما در زمان صدور شما میتونید پول رو دریافت بکنید. هر زمان از بیمه نامه خواسته باشید میتونید چیکار کنید؟ دریافت بکنید. اینو تو قسمتی که ما میخوایم در واقع نحوه ثبت فرم پیشنهاد رو بهتون بگیم حتما توضیحات کامل خدمتتون عرض میکنم. آقای اعلامی اندوخته اولیه کلا شما حق بیمه هایی که داریم دریافت میکنید تو بحث اون در واقع کلاسی که برای بحث کارمزد هست مطرح میکنیم، ولی کلا حق بیمه هایی که شما دریافت میکنید و جذب میکنید 4% در واقع 2% براتون حق وصول داره و توی کارمزدتون تأثیری نداره، ولی باعث میشه که در واقع اون هزینه وصول حق وصولی که میخواین دریافت بکنید تاثیرگذار باشه. خب خانم نوروزی ببینید پوشش فوت به هر علت رو ما برای افرادی که نظامی هستن اگر در اصل عملیات نظامی و انتظامی فوت اتفاق بیفته برای هر فردی، چه فرد نظامی باشه چه فرد غیر نظامی، عملیات نظامی و انتظامی پوشش فوت به هر علت جزء استثناءاته. حالا ما بیشترین افرادی رو که در معرض در واقع عملیات نظامی و انتظامی داریم چه افرادی هستن؟ نیروهای انتظامی که داریم،
پلیس، یگان ویژه، موارد به این صورت. پس برای اون افراد چه پوششی رو بگیریم که تحت پوشش قرار بگیرن؟ پوشش فوت در اثر حادثه. وگرنه یعنی در واقع جنگ مباحث نظام انتظامی تو حالت معمول در پوشش فوت بر علت جزء استثناءاته. ولی برای مواردی که نظام انتظامی هستن، چون شما مشخص می‌کنید شغل فرد رو که نیروی انتظامی هستن، نیروی نظامی هستن و ما داریم حق بیمه‌اش رو دریافت می‌کنیم، در واقع پوشش فوت در اثر حادثه قابل پرداخت رو داره. خب هم غمخوار، ببینید اگر که شما میتونید از بیمه گذارتون حق بیمه بالایی دریافت بکنید، خب میتونید با حق بیمه در واقع براش بزنید. یه زمانی هست شما میگین مثلا فرد بیمه گذارتون میگه من امسال این پول رو دارم میتونم پرداخت بکنم، سال آینده دیگه این پول رو ندارم. خب قاعدتا اون فرد اون حق بیمه که در نظر گرفته نمیشه، به عنوان اندوخته محسوب میشه. یا ممکنه که در واقع شما بیمه نامه رو صادر کردین و حالا فردی پولی دستش اومده. ما پیشنهاد میکنیم به جای اینکه شما خواسته باشین وقتی فرد میگه من این پول الان دارم چی کارش بکنم، یه کاری که متاسفانه بعضی وقتا نماینده ما به اشتباه انجام میدن این که میگن برو قسط جلو سند بزن. این جلو سند زدنه نه که بد باشه ها، برای بیمه گذار نفع داره، برای شما هم نفع داره، چون شما کارمزدتون رو زودتر بگیرین و از اون طرفی که اونم در واقع چون پول زودتر داره واریز میکنه، از زمانی که داره پول رو واریز میکنه داره به سپردهش سود تعلق میگیره و سود تعلق میگیره براش خوبه. ولی ما میگیم اگه شما بیمه گذار رو میشناسین و میدونین این پول الان داره، در موعدی که قسطش برسه هم میتونه حق ما رو پرداخت بکنه، پس بهتره که شما اون پول رو به عنوان اندوخته اولی ازش دریافت بکنید، رو بیمه نامش لحاظ کنید و بگین حالا با اقساطش چیکار کنم پرداخت کن، که باعث بشه اندوخته بیمه نامه افزایش پیدا بکنه و به تبع اون مزایایی که می‌خواد ازش دریافت بکنی بیشتر بشه. خب خیر آقای رحیمی، برای بچه‌های زیر سن 3 سال اگه حق بیمه خوبی پرداخت بکنن تا 450 میلیون تومان شما میتونید بهش پوشش و بیمه فوت بدین و نیاز به هیچ گواهی هم نداره. 3 روز اول آیدهش ندارن، مثل دقیقا قانون تامین اجتماعی. شما اگر در واقع خسارتی رخ بده و در واقع حالا بیشتر از 3 روز طول بکشه، به این صورت هست میگن 3 روز رو مثلا از کارفرمات بگیم و بعد از روز 4 به بعد رو میتونی از بیمه تامین اجتماعی دریافت بکنی. اینجا هم به همین صورت هست، 3 روز اول پرداخت میشه، از روز 4 دقیقاً از روز 4 به بعد میتونن در واقع خسارت رو تا 90 روز از ما دریافت بکنن. خانم مقدس زاده، اگر بیمه نامه‌ای که صادر کردین توی سیستم فناوران هست میتونین این رو در واقع چیکار بکنین؟ بهش اندوخته بدین. ولی اگر توی سیستم لایف قدیم هست اون همچنان در واقع سر سال بیمه‌ای هست. اینها رو اجازه بدین آقای اعلامی، ما توی جلسه‌ای که در واقع بحث خدمات پس از صدور رو داریم کامل خدمتتون عرض میکنم. ولی در مجموع در جریان باشین تمام حقوق متعلق به بیمه گذار بیمه شده کاری رو نمیتونه انجام بده. خب میرسیم به این مبحث که آقای اعلامی مطرح کردن، خیلی سوال خوبیه. ببینین اگر یه فرد خیری بخواد بچه‌ها رو بی سرپرست رو بیمه بکنه، یه چند تا مورد من خدمت میگم. یکی اینکه اول اینکه بهتره از طریق یه سازمان، یه مؤسسه خیریه اقدام کنه. و مورد بعدی اینکه خودش رو بیمه کنه. اینکه فرد بخواد بیاد یه نفر دیگه ای رو، یه بچه بی سرپرست رو بیمه بکنه، با توجه که در واقع مالک بیمه نامه ما بیمه گذار هست و اگر خسارتی فوتی برای بیمه گذار رخ بده، بیمه نامه متعلق به وراث قانونی بیمه گذار هست، عملا برای اون بچه‌هاش تأثیری نداره. پس میتونه یه قرارداد داخلی با اون مجموعه ببنده، خودش بیاد خودش رو تحت پوشش بیمه نامه قرار بده و اگر فوتی اتفاق افتاد منافعش برسه به اون مجموعه. یا اینکه در واقع مؤسسه خیریه به عنوان بیمه گذار قرار بگیره، حالا حق بیمه اگه این فرد خیر میخواد پرداخت کنه، پرداختی‌ها رو انجام بده. آقای خسروی پور، فردا حتما راجع به موردی که فرمودین بابت فوت بیمه گذار توضیحات کامل خدمتتون عرض میکنم. اون آقای مقطعی بعد تو سیستم
نگاه کنیم پایین پوشش براش خورده یا نه. همینجا تموم شده میشه بیمه کرد. خانم خوشپیام باید تمام مدارک پزشکیش رو ارسال بکنین برای ستاد، در واقع تو بیمه نامه که دارین براش ثبت میکنین، در واقع گزارشات مربوط به عمل جراحی که داره، گزارش آسیب شناسی که در واقع دریافت کرده، اینا همه رو میتونید در واقع قرار بدین، بارگذاری بکنین با توجه به نظر پزشک معتمد. میشه ما مواردی داشتیم که در واقع مثل مورد شما سرطان داشتن و خوب شدن و بیمه هم شدن. اینو فردا آقای سعیدی راد حتما خدمتتون میگم چون تو مبحث پوشش‌های بیمه ایمون هست. ما بحث بازنشستگی رو که تو بیمه نامه مستمری که تو جلسه روز سه‌شنبهمون هست مطرح میشه، حتما خدمتتون میگم. نمایندگی فولادگر، خانم نظافتی، بحث داشتن بیمه تکمیلی، اینها در واقع در کنار همدیگه اصلا نمیشه بگیم فرد اگر بیمه تکمیلی نیاز نداره اگه بیمه عمر داشته باشه، ولی چون شرایط دریافت بیمه تکمیلی خیلی سخت هست، یعنی شرکت اگه یک فردی قرار بشه بره به صورت انفرادی خودش رو بیمه بکنه، محدودیت‌های براش وجود داره، مثل اینکه ممکنه مثلا دوره انتظار خیلی زیادی داشته باشه یا فرانچیزهای بالایی داشته باشه. یک سری بیماری‌های خاص مثل همونایی که بحث امراض تکمیلی فردا خدمتتون عرض می‌کنم وجود داره که اینها نیازی به داشتن بیمه تکمیلی نداره، ولی اگر فرد بیمه تکمیلی داشته باشه میتونه از مزایای هر دوتا استفاده بکنه. آیدهش ما پوشش صرفاً مقرر روزانمون هست که به صورت خودکار تمدید میشه. برای پوشش هزینه پزشکی اگر خواسته باشن باید درخواست بدن و دوباره پوشش رو اگر پزشک بیمه‌گر تایید کنه دوباره پوشش رو خریداری بکنن. خانم بهچو خدمتتون عرض کردم برای حق اولیه اضافه کردن حق اولیه تو جلسه‌ای که ما در واقع در خصوص پر کردن فرم و ثبت سیستم هست توضیحات کامل رو بهتون میدم. حالا اگر فردا با یه تایم برامون پیش اومد که تایم آزادتری داریم که میتونیم توضیحاتشو بدیم، فردا حتما خدمتتون توضیحات رو میدم بابت اضافه کردن حق اولیه. این قسمت اگه منظور بزنم خب خانم دریایی، ما کلا ارزیابی ریسک رو از طریق اون سوالاتی که توی فرم پیشنهاد تکمیل میشه انجام میدیم. اگر که در واقع مشکل بیماری چیزی داشته باشن قطعا پوشش بیمه که بهشون ارائه میشه متفاوته. ممکنه که یه سری پوشش ها رو بهشون داده نشه یا اگه قرار هست یه سری پوشش ها بهشون ارائه بشه با محدودیت مواجه بشن، کمتر بشه یا مثلا میگن تا این میزان بهشون پوشش میدن. اینو تو قسمت پس از صدور حتما خدمتتون میگم مربوط به کارمزد وام. و آیه به اندوخته بیمه نامه، نه اندوخته اولی، به اون مبلغی که در واقع با حق بیمه هایی که فرد داره به ما پرداخت میکنه، سود مشارکت و سود قطعی، سود در واقع تضمینی که وجود داره، حق بیمه که فرد به ما پرداخت میکنه یه قسمتی بابت پوشش بیمه ازش کسب میشه و باقی مانده ای داره. اون باقی مانده تو در واقع صندوق سرمایه گذاری قرار میگیره و این هی شروع میکنه روز به روز مبلغش افزایش پیدا کردن و بزرگ شدن. حالا اگه اندوخته اولیه قرار بده مبلغش خیلی بزرگتر میشه. سود قطعی، سود تضمینی و سود مشارکت عمل به اندوخته بیمه نامه در پایان هر سال بیمه‌ای. حالا سود تضمینی که روز شما هست ولی سود مشارکت در پایان هر سال بیمه‌ای هست. به سرمایه فوت هیچ ربطی نداره. خب خانم نظافتی جواب شما رو دادم. تا سن 65 سالگی فقط به عنوان مهمان وارد شدن تا سن 65 سالگی ما میتونیم افراد رو بیمه کنیم. اینم که جواب دادم. آقای غفاری واقعا منم نمیدونم که به فناورم منتقل میشه، امیدوارم زود منتقل نشه. توضیحات بابت بیمه البرز هم خدمتتون میدم. ببینیم به چه صورتی هست. جناب رحمانی در خصوص در واقع از مزایای بیمه نامه مثل برداشت و وام که میشه در واقع استفاده کرد، اون جلسه که مربوط به در واقع خدمات پس از صدور هست
راجعش صحبت می‌کنیم. روز یکشنبه هست برگزار میشه. فایل پاور و بقیه مواد هستش تو کانال، در واقع تو سامانه جامعه آموزش الکترونیکی قرار می‌گیره، کانال تلگرامی که براتون پین شده قرار میگیره. تمام مواردی که مشکلات دارن، هم جلیلیان حالا چه موردشون چه بقیه دوستانی که میفهمن، مواردی که هستن رو باید مدارک پزشکیشون تو سامانه ما میگیم. در حال حاضر ما اینطوری میتونیم بهتون بگیم که هیچ فرد بیمه شده نیست که ما قابلیت بیمه کردنش رو نداشته باشیم. حالا ممکنه بیمه بشه با شرایط پوشش‌های بیمه‌ای پایین، وگرنه ما هیچ فردی رو به عنوان رد پزشکی نداریم. اگه حق بیمه خیلی خوبی دارن پرداخت کنن، موارد اینجوری دارن که حق بیمه خوبی داره پرداخت میکنن، از نظر حالا مثلا سیمباتیک شامی باتری دارن یا وضعیت سلامتیشون رو پزشک باید نظر بده که به چه صورت میتونیم ما بهشون پوشش بیمه بدیم. میتونید فرم پیشنهادش رو تکمیل کنین، ارسال بکنین و بعد با تشخیص پزشک معتمد بهتون میگن که شما اون چیزهایی که مد نظر خودتون هست، یعنی سرمایه‌ای که مد نظر خودتون هست بابت ارائه دادن پوشش، هر چیزی رو که خود اون فرد بیمه شده شما لازم داره رو در واقع تو فرمش تکمیل میکنه با سرمایه‌ای که مد نظر خودش نسبت به حق بیمه‌ای که داره پرداخت میکنه. با توجه به اونها پزشک نظرنده ممکنه با شرطی که شما درخواست کردین موافقت انجام میشه، ممکنه که کاهشش بدن. خانم حسین پور فقط پوشش مقررسانه است که خودکار در واقع شارژ، ما بقیه رو با الحاقیه هست و پزشک شرکت باید تصمیم بگیره. خب خانم نظافتی یعقوبی، همه شماها وقتی توضیحات ما بهتون داریم تکمیل شد، اون روزی که قرار هست پیشنهاد رو ثبت بکنیم، قرار هممون یه بیمه‌نامه برای خودمون ثبت و صادر بکنیم. هممون قراره پیشنهاد رو ثبت بکنیم، بعدش تو سیستم پیش بریم با هم دیگه فرم پیشنهاد رو تکمیل بکنیم که بتونیم پیشنهاد رو تکمیل شده آماده شده برای خودمون ارسال بکنیم که دقیقاً همین موارد رو بتونیم داشته باشیم. بله خانم خوشبخت‌تر پارمیسه که میتونید در واقع برای نماینده و اعضای اصلی همسر و فرزندانش استفاده بکنن. توی این طرح به جای اینکه کارمزد رو به نماینده پرداخت کنن، فقط کد دائم داشته باشین. به نماینده پرداخت کنن رو اندازه بیمه نامه قرار میدن. اونها رو هم بهتون میگم توی جدول مستمری، اینا همه توضیحات رو خدمتتون میگم. روز سه‌شنبه که میخوام راجع به مستمری بگیم جدول رو هم میگیم. روز سه‌شنبه چه کلاس در مورد مستمری داریم و استعلام گرفتن. چرا خانم پیوندی؟ ما 2 تا پارمیس داریم، یه پارمیس نمایندگان هست، یه پارمیس کارکنان. برای نمایندگان فعال هست. بله خانم نصوری اگه اشتباه نکنم، در واقع هر فردی غیر از پدر و مادر اگر به عنوان بیمه گذار قرار بگیرن، با فرم اعلام رضایت والدین میتونه در واقع عمه، خاله، دایی، عمو، مادر بزرگ، نوه دایی، نوه خاله، همین افراد میتونن در واقع به عنوان بیمه گذار قرار بگیرن. اگر تو سوالی مورد چیزی دیگه دارین در واقع بفرمایین و اگر نه تا فردا ساعت 2 همگیتون رو به خدا میسپارم. زینف نمیتونه دوست باشه، خیلی حواستون باشه. همسر بعد از اینا رو نه به عنوان زینفانتون قرار بدین، خسارت پرداخت نمیشه. خواهش میکنم. پس انشالله تا فردا همگیتون به خدا میسپارم. خدا نگهدار.